در شهر خوجند دفتر کاری فوند جمعیتی صاحبکاری و رشد به فعالیت آغاز کرد. در افتتاح این مرکز معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی، سفیر دائمی تشکیلاتی آقاخان اوید به رشد در جمهوری تاجیکستان قاضی دولت قایمدادов، نمایندگی و سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان، اینچنین یک قطار صاحبکاران و راهبران تشکیلات‌های بانکی اشتراک نموده از خدمترسانی فوند دیدن کردند. راهبر فوند جمعیتی صاحبکاری و رشد در شهر خوجند رازق چهارشنبی‌یف مهمانان را با محصولات استحصالی یکچند شرکت‌ها که صاحبکاران در همکاری با فوند تجارتی خود را وسیع کردند شناس نمود. با آنها نمونه‌های محصولات‌های شیری و گوشتی و استحصال لباس‌های مردانه و دیگر لوازمات‌های شستشویی شرکت‌ها که با فوند مذکور همکاری می‌کنند معرفی کرده شد. هدف اساسی تأسیس فوند باشد دستگیری صاحبکاران است. فوند در تطبیق لایحه خود اوید دستگیری صاحبکاران و بلند برداشتن سوادناکی تجارتی در ولایت سوخت امید کلان دارد. ولایت منطقه تجارتی استراتژی جمهوری تاجیکستان بوده پتانسیل بزرگ رشد صاحبکاری علل خصوص در ساحه‌های نساجی، محصولات کشاورزی و عموما ساحه صنعتی میباشد. با نظر داشت این واقعیت فوند تا امروز با مبلغ تا 5 میلیون سامانی در ولایت سوخت سرمایه گذاری کرد و نقشه دارد که در سال 2022 علاوگی تا 8 میلیون سامانی دیگر در ولایت سوخت سرمایه گذاری خواهد کرد. فوند جمعیتی صاحبکاری و رشد در جمهوری تاجیکستان از سال 2016 فعالیتش را به راه مانده است. نزدیک 7 سال می شود که به صاحبکاران دستگیری مالیوی می رساند. همچنین فوند صاحبکاران را برای بلند برداشتن دانش و مهارت کاری به آموزش ها جلب می کند. صاحبکاران می توانند از این فوند تا $50,000 ایالات متحده آمریکا قرض گیرند. فوند بیشتر صاحبکاران را در ساحه های کشاورزی، صنعت و پیشبردی تکنولوژی ها دستگیری می کند که اقتصادیات در کشور رشد کند. مرکزها که در مد اول در خطر فعالیت میکنند صاحبکاران دستگیری میکنند که لایحه‌های سرمایه‌گذاری لایحه‌های خود را مکمل نموده همه طرفه تهیه نموده به کار آغاز مینمایند. اینچنین بعد از این سیستم بانکی و تشکیلات‌های قرضی ولایت دستگیری میکنند و اینجا راهبران بانک‌های ولایت در اینجا حضور دارند. سال گذشته و تمام اقتصادات ولایت نزدیک 4 میلیارد سامانی مبلغ گذاری کردند در تمام ساحه‌ها، هم ساحه صنعت، هم ساحه کشاورزی، هم ساحه استعمالات، هم ساحه سودا، هم ساحه خدمت رسانی. در جمهوری تاجیکستان فوند مذکور تا امروز بیش از 150 صاحبکاران را دستگیری نموده است. مبلغ عمومی آن 9 میلیون سامانی را تشکیل می دهد. در ولایت سوخت باشد 18 صاحبکار از خدمت رسانی فوند برخوردار شدند که مبلغ آن بیش از 4 میلیون سامانی است. فعالیت فوند در ولایت سوخت از ماه ژانویه سال جاری آغاز شده بود. حالا باشد دفتر کاری فوند به فعالیت آغاز کرد که اکنون خدمت رسانی آن برای صاحبکاران باز هم دسترس گردید. نمایندگی اتحادیه اروپا هم از تشکیل فوند در ولایت سوخت اظهار خوشنودی نمودند. At this moment when we're all feeling the consequences of economic and global uncertainty, در وقتی که حاضر ما میفهمیم که در از جهت هم اقتصادی و البته همون چیزهایی که رخ داده ایستاده در حیات امروزی ما در سطح گلوبالی these kind of initiatives that promote local prosperity and local business development are particularly important. رشد دادن اینیشیتیوهایی که همون صاحبکاری در اورگانی همون ملی یک خصوصیت کلان کسب می‌نماید. چندی از صاحبکارانی که تا امروز با فوند مذکور همکاری میکنند از خدمت رسانی آنها اظهار قناعتمندی نمودند، زیرا فوند صاحبکاران را از جهت مالیوی همه طرفه دستگیری میکند و هم آنها را با آموزش‌های لایحه‌های گوناگون که به رشد صاحبکاری نگرانیده شده است جلب مینماید. من پیشتر از بانک‌های کمرسیالی مبلغ‌ها می‌گرفتم برای کار پیش بردن، از آنکه فایزان آنها خیلی گران هستند قریب که بقیه نمیموند، ولی که پیشروی سست بود. حاضر که از این فوند بعد از مبلغ گرفتن از حساب آن که فایزهای ناچیز قریب که در یک سال 5 فایز همین خیلی حجم را اشغال می نماید. برای همین برای صاحبکاری پیش بردن خیلی قلای است.
дар тӯли тақрибан як сол аст ки мо бо ин фонд ҳамкорӣ дорем. Барои рушд намудани соҳаи соҳибкорӣ ман хеле дастгириҳои зиёд кардам. дар маҷмӯъ баъди соҳибкории ин фонд саҳми даромади ташкилоти ман тақрибан ба 25% зиёд шуд. ҳадафи асосии ташкили дафтари корӣ дар вилояти Суғд ин пеш аз ҳама дастгирии соҳибкорон маҳсуб мешавад. Зеро бино ба гуфти масъулини фонд, шаҳри Хужанд аз ҷиҳати иқтисодиёт нисбатан пеш рафтааст ва фаъолият бо соҳибкорони Суғд самараи хуб хоҳад дошт. кушодани дафтари корӣ ба ҳамин кор равона карда шудааст. мо мефаҳмем ки Суғд Хуҷанд аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққӣ кардааст ва кори мо дар ҳамин ҷо осонтару беҳтар мешавад ва инчунин мо метавонем ҳамин экспертиза ё ҳамин таҷрибаи кории соҳибкорони Суғда ба дигар тарафҳои Тоҷикистон аз ҷумла барои Бадахшону Хатлон истифода барем. фонди ҷамъиятии соҳибкорӣ ва рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамкории давлатҳои муттаҳиди Аврупо дастгирӣ меёбад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.